سلام برادران افغانستان. من گفتم که ما تاجیکستانی‌ها هیچ دشمنی با ملت افغانستان نداریم. پشتونها برادر عزیز جانی مانند، نژاد آریایی‌اند. برادران عزیز، در این وقتها پاکستان نه بلکه کمک برای افغانستان کرده است، بلکه او میخواهد که افغانستان یک دولت کمبغل باشد، یک دولت قشاق باشد که هیچگاه زمین‌هایش را از پاکستان برنگرداند. به همین خاطر شما نگویید برادران عزیز که پاکستان دوست ماست، تاجیکستان دشمن ما. تاجیکستان میخواهد، همه وقت میخواهد که یک دوست، یک همسایه آباد در نزدش باشد، نه بلکه همسایه آدم کش و دولت تروری. به همین برادر عزیز شما هوشیار باشید که در این باره بین پشتو تاجیک جنگ ناندازند. ما اگر جنگ بین خود دشمنی کنیم، غیر آریایی ها از این استفاده میبرند. پاکستان جنوبش را میگیرد در آینده، شمالش را نه بلکه تاجیکستان بلکه دولت های ترک زبان. مقصد آنها ساختن توران است. ما اگر اسلام گوییم آنها ترک میگویند.